فصل اول ریاضی 1. فصل اول خوب در مورد مجموعه ها، روابط بین مجموعه ها یا قوانین مجموعه ها هست و بازه ها و در نهایت دنباله هندسی و حسابی هست. معمولا سوال اولی که سوالای مهمی که از این بخش داریم اگه بخوایم تقسیم بندی کنیم من همه رو بگم به این صورتن. سوال اول بچه‌ها میگه حاصل عبارت زیرا با استفاده از قوانین مجموعه ها حاصل عبارت زیر را به ساده ترین صورت بنویسید. کسی هست که الان یه چیزایی از قوانین مجموعه ها، قوانین مهم مجموعه ها یادش باشه؟ بگید نترسید. بگو روحان. آفرین. ببین روحان الان ترکون واقعا. من اصلا توقع از شاید همتون داشتم اغلبتون بجز روحان که با شجاعت تمام دست بلند کرد گفت یکیش دمورگانه. آفرین. الان یادت هست دمورگان چی میگفت؟ یکیش میگفتش که هر مجموعه تفاضل یک مجموعه دیگه مساوی با اشتراک اون مجموعه با مجموعه دیگه. خب الان فکر کنم به خود دمورگان هم اینو بدی نمیفهمه چی گفت. خب ولی خود دمورگان هم میگه من چه غلطی کردم. خب بچه‌ها اشکال نداره میگم قوانین مجموعه رو اینجا میگم. حالا گفته بچه‌ها اینا رو خیلی مفصل بهتون گفتم. قوانین دمورگان بود یکیش میگفت اگه یه پرین یه متمم بالا سر یه پرانتز باشه اون متمم مال همه اجزای داخل پرانتزه. مثلا اگر اجتماع پرین آقای برسام ربیعی اینا دیگه بچه‌ها شما رشته‌تون ریاضیه. میگفت اگه یه پرین بالا سر یه پرانتز باشه مال تک تکشونه. آفرین. هم میشه آپرین، هم اجتماع میشه اشتراک، هم ب میشه بپرین. آپرین اشتراک بپرین میشه. درسته؟ این بود همش. تمام شد. حالا اگه اشتراک بود میشه چی؟ اشتراک. این دمورگانه. یه قانون خیلی مهم دیگه تو مجموعه ها داشتیم. تبدیل تفاضل به اشتراک. آفرین. تبدیل تفاضل به اشتراک. این خیلی مهمه. میگه اگر تو پس این میشد آپرین اشتراک بپرین. این دمورگانه. یکی دیگه تبدیل تفاضل به اشتراک بود. میگفت آقا اگر منها بچه‌ها ما خیلی حواستون باشه توی مجموعه ها واسه منها خیلی قانون نداریم، نمیتونیم کارش بکنیم منها رو. اما منها تبدیل به اشتراک میشه با یه تکنیک ساده. مجموعه دوم رو متمم کن، تموم شد. یعنی بنویس اشتراک بپرین. این قانون ما باش میگیم تبدیل تفاضل به اشتراک. برعکسش هم درسته. گاهی اگر لازم بود اشتراک رو به منها تبدیل کنی مجموعه دوم باید چیکارش کنی؟ متمم کنی. این هم قانون دوم. 2-3 تا قانون دیگه سر همین کلاس تقویتی من گفته بودم چی بود؟ توضیح پذیری. آفرین. شرکت پذیری و توضیح پذیری. خب خیلی از بچه‌ها ممکنه اولین بار باشه این چیزا به گوشتون میخوره. اشکال نداره. من برای اینکه این چون اینا خیلی مهمن ممکنه حتی برای این امتحان مهم نباشه اما واقعا اینا فوق‌العاده مهمن. نه فقط تو درس مجموعه بچه‌ها. شما رشته‌تون ریاضیه، سالها با اینا تو درس‌های دیگه سر و کار دارید. شرکت پذیری و توضیح پذیری چی بود؟ توضیح پذیری این قانون دوم تبدیل تفاضل به اشتراک. قانون اول دمورگان بود. توضیح پذیری و شرکت این تمام چیه؟ قوانین مجموعه هست. توضیح پذیری بچه‌ها اینجوری میگفت. اینجا معمولا ما با 3 تا مجموعه سر و کار داریم تو توضیح پذیری و شرکت پذیری. توضیح پذیری میگفت اگر یه مجموعه‌ای با مثلا اجتماع بیرون یه پرانتز باشه که توش اشتراک باشه، این دوتا میتونه جاشون بعدسام عوض شه ها، فرقی نمیکنه. ممکنه اینجا اشتراک باشه اینجا اجتماع. فقط باید چی باشه که توضیح پذیری باشه؟ این دوتا با هم فرق داشته باشه. این میشه توضیح پذیری. اسمش هم با خودشه.
میگه این مجموعه بیرونی تو پرانتز توزیع میشه. یعنی چی؟ یعنی میره تو هر دو دل هر دو تاشون. یعنی میشه آ اجتماع ب آ اجتماع س، اما وسطشون باید چی باشه؟ اشتراک. پس میشه آ، برای اینکه این یادتون نره که چجوریه، بهترین حالتش ضرب و جمعه، استفاده از ضرب و جمع. شما مثلا بچه‌ها فرض کنید یه 3 داری، داخل پرانتز هم یه x به اضافه y داری. اینجا 2 تا عمل داری دیگه، یکیش اینجا چیه؟ ضرب داخل پرانتز. این توزیع میشه تو هر دو تاشون، میشه 3 ضرب در x به اضافه 3 ضرب در y. درسته میگم این همه جا کار میکنه به خاطر اینه. پس این میشه آ اجتماع به اشتراکش با آ اجتماع سه. ببینید توزیع شد تو این پرانتز، درسته؟ و یه چیز دیگه داریم، شرکت پذیری آخرینش. بچه‌ها من تازه نمیخواستم اینا رو بیام از اول بگم ولی همه رو گفتم. شرکت پذیری چی میگه؟ شرکت پذیری وقتیه که چی بچه‌ها کی اتفاق میفته؟ دو تا عین همینه، فقط این دو عمل یکی هست، یا جفتش اجتماع یا جفتش اشتراکه. اینجا دیگه خیلی راحته. مثلا میگه آ اجتماع بی اجتماع سی، تو میتونی اینو تو این پرانتز شرکت بدی با هر کدوم دوست داری، با یکیشون میشه آ اجتماع، مثلا پرانتزه میاد واسه این آ اجتماع به اجتماع سه رو میکنی بیرون، شرکت میکنه تو پرانتز. یا میتونه بنویسیم آ اجتماع سه اجتماع به رو بکنی بیرون. فهمیدید اینا رو؟ این تمام قوانین مجموعه. حالا بستگی به سوال داره که ما کجا چی به کارمون میاد. مثلا سوال اول این خیلی مهمه بچه‌ها، تو بازه ها کار میکنه، توی مجموعه ها کار میکنه و خیلی جاهای دیگه باز ما با اینها، چون شما رشته‌تون ریاضیه، با اینها سر و کار داریم. دیشب اگه یادتون باشه من چند تا بچه‌ها سوال آمار احتمال 11 فرستاده بودن، خیلی همش با اینا کار داریم. بسیار خوب. مثلا یکی از بچه‌ها همین سوال برای من فرستاده بود دیشب، اگه دقت کرده باشید. گفته بود اینو اثبات کنید، با عضوگیری اینو اثبات کنید. نمیدونم کانال نگاه کردید یا نه، من اینو براش با عضوگیری اثبات کردم که چرا عامل‌های ب میشه آ اشتراک ب. حالا کاری نداریم، بریم سراغ سوال‌هایی که از اینها میاد. این تمام قوانین مجموعه. یه چیزای دیگه هم داریم که دیگه کلیه. مثلا شما میدونید آ اجتماعش با توهی چی میشه؟ آ اجتماعش با توهی توهی. هیچ وقت ویدیو رو قطع نکن اصلا. بعدا اگه لازم باشه دیدش. خب مگه خودم گفتم الان استاپ کن. خب مثلا بچه‌ها آ اجتماعش با توهی چی میشه؟ وقتی مجموعه آ رو شما با توهی توهی که هیچ عضوی نداره بریزیش رو آ، همون آ میشه. درسته؟ این چیزا دیگه بچه‌ها اینا رو دیگه باید بلد باشه دیگه. مثلا آ اشتراکش با توهی. آ با توهی چه اشتراکی داره؟ هیچی. درسته؟ آ اجتماعش با آپرین میشه چی؟ یو. آ اجتماعش با آپرین. بچه‌ها من دیگه رفتم توش، دیگه باید بگم. آ این آست، این اینجا چیه؟ آپرینه. آپرین این پرین یعنی چی؟ هر چیزی به جز آب، هر چی تو آ نیست، همه اون چیزایی که تو آ نیست. خب معلوم اینجا همه میشه آپرین. حالا آ با این چه اشتراکی داره؟ اشتراک هیچ اشتراک نداره. آ اشتراک آپرین میشه توهی. آ با آپرین اجتماعش چی میشه؟ یو. همون مجموعه مرجع دیگه. مجموعه مرجع یا یو. آ اجتماعش با آپرین میشه یو. درسته؟ اینا رو دیگه به نظرم چیزای ساده ای، یعنی سخت نیست. درسته؟ بعد دیگه چی بگید؟ دیگه چی میتونیم از دل این قوانین در بیاریم؟ متمم یک مجموعه میشه چی؟ خود مجموعه. متمم یو میشه چی؟ یه لحظه کی اسم همه برعکسش این حرکت خب
متمم یو چی میشه؟ یعنی چه چیزایی تو یو نیست؟ یو همه چیزه. چی توش نیست؟ هیچی. تویی. متمم تویی چی میشه؟ یو. اینا رو حواستون باشه که بریم سراغ متمم تویی هم میشه یو. این تقریبا میتونم بگم به طور کلی تمام قوانین مجموعه ها. حالا بچه‌ها یه لحظه قطعش کن. مجموعه این قوانین مجموعه که یه یادآوری داشتیم بیاد چجوریه؟ خب مثلا میگه سوال حاصل عبارت زیر را به ساده ترین با استفاده از قوانین مجموعه ها. سوال اینو میگه با استفاده از قوانین مجموعه ها حاصل عبارت های زیر را به ساده ترین صورت ممکن بنویسید. یا اینو ممکنه جا خالی رو شما بده، بگه مثلا حاصل عبارت آ اجتماع ب منهای آ خب چی میشه؟ خب شما چی کار میکنید؟ بچه‌ها لطفاً گوش کنید، قشنگ گوش کنید. اولین کاری که آقای شیراوند اینجا انجام میدیم اینه که تو نمیتونی اجتماع رو توضیح کنی تو منها. درسته؟ یا اشتراک یا چیز شرکت بدی. اینجا باید اجتماع باشه یا جفتش اجتماع باید باشه یا یکی اجتماع یکی اشتراک. اینجا هیچ کدوم نیست. اولین کاری که میکنی با استفاده از قانون تبدیل تفاضل به اشتراک، خب آقای روزبهانی این منها رو میکنی اشتراک. هیچ کار دیگه ای نمیکنی. مینویسی آ اجتماع بی، نه بی پری نیست، بی اشتراک آ. میدونی چی کار کردم؟ منها رو کردم اشتراک، ولی خب مجموعه دوم رو باید متمم. حالا الان میتونم چون یکی اجتماع یکی اشتراک برم سراغ چی؟ توضیح پذیری. توضیح پذیری که گفتم چی است؟ فرسان این در این یعنی کلا با اجتماعش با علامتش توی این دوتا چی میشه؟ توضیح میشه. پس میشه یکیش آ اجتماع به، یکی آ اجتماع آپریل. اما وسطشون چیه؟ اشتراک. نگاه کنید ببینید چقدر همه چیزی که گفتم اینجا کار میکنه. خب میشه آ اجتماع به اشتراکش با آ اجتماع چی؟ آپریل. ببینم اینجا چیز آشنایی دارم. آ اجتماع متممش چی میشه؟ یه مجموعه رو با متممش همش رو بریزی رو هم میشه چی؟ یو. درسته؟ این میشه یو. این خیلی خوبه. پس این کارو میتونم بکنم چون راجع به آ و به هیچ اطلاعی ندارم. این میشه آ اجتماع به اشتراکش با چی؟ یو. آقا این یه مجموعه است. یو هم که میدونید چیه؟ اشتراک یو با یه مجموعه چی میشه؟ اون مجموعه میشه. اشتراک کل یو با هر مجموعه میشه خود اون مجموعه، نمیشه یو ها. اگه این اجتماع بود میشه چی؟ یو. اجتماع هر چیزی با یو میشه یو. اینا رو بهتون گفتم دیگه، اینجا یادتونه پاک کردم. اما اینجا چون اشتراک هست یو رو با هر چی اشتراک بگیری میشه اون چیز، میشه آ اجتماع. این ساده ترین حالت ممکنشه. ممکنه به صورت جا خالی اینو به شما بدن بگن ساده شده عبارت فلان نقطه چین است. فقط تو وقتی نمره میگیری که اینو بنویسی تو نقطه چین نمره میگیری. اما اگر سوال باشه نمرهشو وقتی میگیری که همه این مراحل رو مو به مو چی؟ بنویسی. حتی بعضی توی امتحان نهایی باید بنویسی. اینجا باید بنویسی جلوش تبدیل اشتراک به تفاضل. دلیلشو بنویسی چه کردی. اینجا باید بنویسی چی؟ توضیح پذیری. اینجا باید بنویسی چی؟ اشتراک با یو. همه قوانین رو باید بنویسی تو امتحان نهایی. این یکی از سوالاتی که قطعا از مجموعه ها میاد. یکی دیگه از سوال مجموعه ها بچه‌ها این همه ببینید 3-4 تا از قوانین توش کار میکرد. درسته؟ یکی دیگه از سوالات مجموعه ها بچه‌ها چیز دیگه بازه ها هست که باز همین قوانین توش کار میکنه. درسته؟
مثلا 2 تا بازه به ما میدن. خوب دقت کنید. بازه که میدونید چیه. من اول مثل مجموعه ها یک مقدمه از بازه ها بهتون بگم، بعد بریم سراغ سوالات امتحانش. بازه ها بچه‌ها خب 3 دستن. یا بازه های بازن، یا نیم بازن، یا بسته. بازه های باز یعنی مثلا از 2 تا 3. جفتش با پرانتزه. این میشه بازه باز. این یعنی چی؟ اگر بخوام به صورت مجموعه نشونش بدم یعنی چی؟ یعنی همه ایکس های مجموعش این میشه. بعضی وقتا باید این مجموعه میدن، باید تبدیل به بازه کنیم. میگه همه ایکس های عضو آر ها اعداد حقیقی همشون، به شرطی که ایکس بین 2 تا 3 باشه. هیچ کدوم از اینا هم مساوی ندارن. آکولادم میبندیم. کسی هست توی این مشکل داشته باشه نفهمه اینا چجوری هست؟ خب کلا بازه ها 3 شکل نمایش دارن دیگه. یا خود بازه به ما میدن، یا مجموعه، یا محور. درسته؟ رو محور هم ربوه اینجوری میشه 1 2 3. بازه باز 2 تا 3 یعنی از اینجا تا اینجا همه اینها به جز 2 و 3 روش دایره تو خالی میکشیم. درسته؟ فکر کنم سایر بازه ها رو الان متوجه شده باشید دیگه. مثلا بازه 2 منفی 2 تا 5 چی میشه؟ منفی 2 مجموعه همه ایکس ها به طوری که ایکس عضو آر باشه و ایکس بزرگتر مساوی منفی 2 کوچکتر از 5. این شکل دومش اینجا مساوی داشت، دیدید؟ چون بسته بود. اینجا مساوی نداشت چون باز بود. یعنی این بازه من از منفی 2 شروع میشه بسته. خب تا چند؟ 5. همه عددهای بین این اعشاریا، رادیکالیا، همه چی توی این بازه قرار میگیره. درسته؟ یه وقتی ممکنه بگه مثلا به صورت جاخالی تعداد عضوهای بازه مثلا از 2 تا 3. این گزینه درسته یا غلطه؟ تهی است. یه دانش آموز ممکنه فکر کنه بگه خب این 2 بازه 3 بازه هیچ کدوم شامل نمیشه، بین 2 تا 3 هیچی نداریم دیگه وقتی 2 و 3 نیست. درسته؟ غلطه. چون این منظورش مجموعه یا چیزی نیست. این منظورش همه اعداد بین 2 تا 3 است. بی نهایت عدده. حتی بچه‌ها یه بحثی من یه بار کردم برای اینکه یه درک وسیع‌تری از اینا داشته باشید. گفتم تعداد عضوهای بین 2 تا 3 مثل چی میمونه؟ کی یادشه؟ آقای مثال ستاره ها و این داستانا بود. مثال ستاره ها و آسمون شب رو زدم. میخوام اینو درک کنید بچه‌ها. حتی اگر بگه یه لحظه گوش کنید، این شاید الان رفت امتحان الان اولی خیلی بتون برای بعدم جالبه. اگر بگه تعداد اعداد گویا بین 2 و 3، اعداد گویا که میدونه چیه؟ کسرها دیگه. گویا یعنی کیو کسرها. مثلا 2 1 دوم 2 1 سوم 2 1 4 تا 3 1000 تا عدد هست. درسته؟ 1000 تا کشید بی نهایت. اما باز با اعداد حقیقی بین 2 و 3 خیلی فرق میکنه. مثالش هم اینو زدم، گفتم اعداد گویای مثلا بین 2 و 3، بین 1 و 2، بین 0 و 1 فرقی نمیکنه. خب این یه آسمون شب رو در نظر بگیرید، پر ستاره است. تعداد اعداد گویا تو هر بازه‌ای فرقی نمیکنه. خب حتی تو بازه 1 دوم تا 1 سوم که دیگه نزدیکترین اعداد به هم هستن به نظر حتی بین اینها اینقدر عدد گویا وجود داره عین تعداد ستاره هایی که تو آسمون شب هست و اینقدر عدد حقیقی بین اینها وجود داره عین چی؟ اون ستاره ها و اون پوشش پشت سیاهی شب پشتشون. فرق اعداد گویا و اعداد حقیقی اینه. تو سطوح بالاتر شما برید بالاتر، تو ریاضی‌های اولین دوره‌های دانشگاهتون انشالله اتون این رو میگن. این مجموعه ها بچه‌ها بهشون میگن قابل شمارش اگه گویا باشن. اگه عدد حقیقی باشه میشه غیر قابل شمارش. اون فضای سیاهی شب رو شما نمیتونی بشماری. معلوم نیست احتمالاً 1 12 2. من با تو کار با اینا چی کار داری؟
میخوای قطعش کنی؟ خب اینا رو گفتم که بریم سراغ سوالات باز. حالا سوالات بازها چجوری میاد؟ خوب دقت کنید. سوال این نمونه سوال دوم امتحانی حل می‌کنیم دیگه، درسته؟ بله. یکی از مجموعه‌ها گفتم اینجوری میاد، با قوانین مجموعه ساده میشه. قوانین مجموعه رو اول کامل براتون توضیح دادم که یه بار دیگه ببینید که دستتون بیاد چی به چیه. سوال دوم از بازها میاد تو مجموعه ها، یه سوال دیگه از مجموعه حل میکنم، میریم سراغ دنباله. بحثمون ممکنه طول بکشه، من الکی بهم گفتم 12. خب بحث بعدیمون گفت بازا. سوال امتحانی میگه آقا اگر مثلا مساوی بازه 2 تا مثبت بی‌نهایت. این نکته هم عمدن اینجا میگم که بچه‌ها طرفای بی‌نهایت همیشه بازه. پرانتزی هیچ وقت اشتباه نکنید ببندید، چون بی‌نهایت اصلا پیداش نیست. و مجموعه ب مثلا -5 تا اینو بکنید -2 خب تا 3 باشن. مطلوب است یا به دست بیارید الف مثلا آپریل، درسته؟ ب آ اجتماع ب، جیم آ اشتراک ب پریم. هر چی بیاد به نظرم اصلا مشکلی نداریم ما باش. خوب گوش کنید. تو اولین کاری که تو بازه ها میکنی آی روزبهانی اینه که بیاری 2 تا مجموعه رو یا 3 تا هرچی روی محور بکشید. خب مجموعه یعنی یه محور رسم میکنیم قشنگ. این اعداد خیلی مهمن، یکیش -2، یکیش 3، یکی -5. اینا رو محور باشه. خب حالا یه ذره این ور اون ورش هم میدی بره. حالا باید گوش میکنی؟ روبوهه بودی یا بعد 1 2 3 اینا رو دیگه حتما باید باشه تا 3 و -5 از این ور اون ورش. اوکی؟ حالا گوش کن. من برای اینکه قشنگتر اینو متوجه بشی سعی میکنم از رنگ‌های متفاوت استفاده کنم. مجموعه آ گفته از -2 باز تا مثبت بی‌نهایت. این مجموعه آ اینجا می‌نویسم. مجموعه ب آقای ناصربخت گفته از -5 بذار یکیشو بسته کنم بچه‌ها. مثلا این بسته است. خب -5 باز تا 3 بسته. مثلا به خیال خودم 2 تا ماژیک آوردم با 2 رنگ بهتون نشون بدم. شما فرض کنید یکی از اینا قرمزه. خب حالا بچه‌ها آقای روحام الان کاری به اینها نداریم. خب اگر به من میگفت اشتراک ب رو مشخص کن، دقیق به من بگو کجا میشه؟ از 2 خود -2 نه، از اینجا تا 3. دقیق بگو چی؟ باز و بسته بگو. بازه -2 بسته 3. -2 باز 3 بسته. آفرین. اگر به من میگفت آقای برسام گفتی از من سوال نپرس، بگیر رو برسام ببینم اصلا اگر میگفت اجتماع ب چی میشد؟ از دیگه بچه‌ها اشتراک یعنی جایی که 2 بار روش خط کشیدی. اشتراک یعنی از اینجا تا اینجا. این اشتراک. اجتماع یعنی جاهایی که یه بار هم دارن میشه اجتماع. چی میشه بگیر روش؟ از 3 میشه تا 3 بسته تا 2. اجتماع دارم میگم. اجتماع از کجا تا کجا یه بار خط داره؟ حتی یه بار. ببخشید از 2 تا 6 دیگه یه بار من چیز داره خط داره. از این ور از -5 شروع میشه. بچه کی بلده؟ دستشو بلند بگیر روشون. زیادن آقا. این ورم از آشیرا من پاشو ببینم. پاشو ببینم. دست بلند نمی‌کنی؟ اجتماع از کجا تا کجا؟ جمع اینها. از -5 باز یا بسته؟ باز. خب تا 5. بگو دوباره. از -5 باز تا بی‌نهایت. تا مثبت بی‌نهایت. واقعا من همین رو داشتم. تو همین رو میگفتی.
به جای بی‌نهایت میگفتم 5 به بعد آقا میگم هر جا یه بار روش خط کشیدی بیار تو اجتماع. از من نمیتونی از این ور بگی، تهش همیشه هم از این ور شروع کنی، از سمت چپ. از -5 باز برو اما مثبت میدونم این میشه اجتماع. درسته؟ این تکلیف اجتماع و اشتراک. درسته؟ حالا به من بگو ببینم آقای فامیل چی بود؟ جعفری. آقای جعفری پاشو. نداره. آقای جعفری آ پریم چی میشه؟ آ رو نگاه کن، هر چی تو آ نیست رو بگو. آ کجاست؟ این آست. این آست. حواستون رو جمع کنید چی میگم آ. این آست. هر چی تو آ نیست رو بگو. منفی بی‌نهایت باز، بعد آفرین. باز، بعد -2 باز. بسته. چرا؟ بسته. هر چی تو آ نیست، -2 تو آ نیست. آقا اینو دقت کن. اینو دقت بچه‌ها کنید، این چیزای الکی نمره از دست ندید. آ اینه. درسته؟ آ پریم چی میشه؟ هر چی تو آ نیست. خب مشخصه همه اینا میشه. اگه این باز بود ما جوابمون بسته میشه. آ پریم بسته میشه. چون -2 تو آ نیست. ما هم آ پریم یعنی چی؟ یعنی اونایی که تو آ نیست -2 هم شامل میشه دیگه. درسته؟ پس میشه آ پریم میشه کجا؟ اینجوری می‌نویسیم. از منفی بی‌نهایت تا -2 بسته. این دقیق و درستش. اوکی؟ کسی هست اینو متوجه نشه؟ خیلی. آ اجتماع ب رو که عرض کردیم. از -5 باز تا مثبت بی‌نهایت. درسته؟ اگه اشتراک هم میداد که روحان گفت. از -2 باز تا 3 بسته. بگو آقای همون -5 باز تا مثبت بی‌نهایت دیگه برای مثبت بی‌نهایت نمیخواد باز رو از 3 بذاریم. باز همیشه طرفای بی‌نهایت بازه. همیشه. اما اینو نگاه کنید یا چیزای شبیه اینو. شما اینجا هم میتونید از دمورگان استفاده کنید اگه لازم بود، چون قوانین مجموعه ها اینجا هم کار میکنه. درسته؟ میتونی اینو تبدیل به دمورگان کنی، یعنی بنویسی آپرین اجتماع بپرین. درسته؟ هم میتونی خودش رو به دست بیارید خیلی راحت. چه جوری خودش؟ اول من هر دو رو میگم ببینید چقدر دقیقه. هر دوش درسته. پس اینو دو شکلی به دست میارم براتون. شما یکیش کافیه سر جلسه. یکیش آ اشتراک ب رو به دست بیار داخل پرانتز رو. بعد هر چی توش نیست بنویس. آ اشتراک ب چی بود بچه‌ها؟ از منفی اشتراک گفتم جایی که 2 بار روش خط کشیدیم. از -2 باز تا 3 بسته بود. این آ اشتراک ب بود. اول اینو می‌نویسی تو امتحان. خب این آ اشتراک ب بود. حالا می‌خوایم پرین اینو به دست بیاریم، یعنی چیزایی که توی این نیست. یعنی چیزایی که تو این قسمت نیست. کجا میشه؟ یکیش میشه این ور، یکیش میشه این ور دیگه. درسته؟ منفی بی‌نهایت تا مثبت بی‌نهایت. پس یکی میشه از منفی بی‌نهایت تا -2 بسته. به علاوه نمی‌نویسن. اجتماعش بود. یکیش هم میشه این ور، از 3 باز تا مثبت بی‌نهایت. درسته؟ متوجه شدی چی گفتم؟ بچه‌ها اینا حتما تو امتحان میاد. آ اشتراک بپرید. اول این پرانتز رو حساب می‌کنی. آ اشتراک ب این که تابلوه. شد -2 باز تا 3 بسته. حالا پرین اینو میخواد. اون چیزایی که توی این نیست. چیزایی که توی این نیست یعنی اینو پاک کن. یعنی اینو بردار. اینجا میمونه با اینجا. فقط تو علامت ها تو پرین یه نکته بگم. تو علامت ها اینجا مگر تو اشتراک -2 باز نبود؟ وقتی میخوای پرینش رو بگیری مینویسی از منفی بی‌نهایت تا -2 چی؟ بسته. پرین برعکس عمل میکنه. اجتماعش با یعنی به اضافه، ولی تو چیزا به اضافه نمی‌نویسیم. ما هیچ وقت تو بازه ها مثلا 2 بسته به اضافه -1 و مثبت بی‌نهایت نمی‌نویسیم. اصلا اینجور چیزی نداریم. اجتماعش با این 3 بسته بود اگه یادتون باشه. درسته؟ 3 بسته است دیگه. توی پرین چی می‌نویسم؟ 3 باز. تا بچه‌ها امیدوارم تو امتحان بتره کنید و هر کی برگتون سعی کنه کیف کنه براتون.
پس از 3 باز تا مثبت بینهایت. هر چی دیگه بیاد بچه همینه. حالا ممکنه بنویسه آ اشتراک بپری. آ اشتراک بپری. خب یه لحظه من دوباره آ ب رو بکشم. آ این بود دیگه، درسته؟ آ چی بود؟ منفی 2 باز تا مثبت بینهایت. بگم که این بود. آره. خب حالا ببینید چی گفته. آ اشتراک بپری. این که پرانتز نداره. آ که اینه. خب میایم بپریم رو میکشیم به جای بپریم رو میکشیم. وای سخت شد ولی گوش کن. بعد اشتراکش رو میگیم. آقا بپریم این ب، خب این ب هست. من میخوام این دفعه بپریم رو با قرمز بکشم. خب این ب هستش. بپریم یعنی چیزایی که تو ب نیست. یکی از اینجا به بعد میشه، درسته؟ یکی از اینجا به بعد. چون پریم داره این چی میشه؟ باز. آفرین، عشق میکنم براتون. این میشه پری. نگاه کنید 3 باز تا مثبت بینا. این قرمزه که کشیدم اینو چیکار کنم؟ بستش اینجوری. اینو پاک میکنم. خب این قرمزه که کشیدم چیه؟ بپرینه. اینم آ هست. حالا میخوام بین این دوتا چی بگیرم؟ اشتراک. خوب گوش کن. اشتراک گفتم یعنی چی؟ جاهایی که 2 بار کشیدم. از اینجا میشه تا آخر. و اینجا که اشتراکی با آقا نداره. خدا رو شکر. اینجا هیچ. اینجا با آ اشتراک نداره. پس اشتراکش میشه از 3 باز تا مثبت بینهایت. قشنگ این چیزایی که گفتم رو اگه یاد گرفتید یا اگرم یه ذره فکر میکنید دوباره باید ببینید، قشنگ تا اینجا 2 سوالو جواب میدید. یه لحظه من یه عادتی دارم از بچه‌ها سوال می‌پرسم. الان از پرسیدن سر پا میشه جواب. خب یک سوال دیگه که از مجموعه ها باقی مونده و آخر بحث مجموعه ها رو ببندم کلاً، حتما میدونید یه بحثی راجبه من اسمشو گذاشتم تو کلاس ها قانون جمع مجموعه. خیلی گوش کنید بچه‌ها. چرا اینو میگم؟ چون فصل آخرتون همه کتاب احتمال اونجا قانون جمع احتمالات میگیم. همینجا همین کار میکنه. خیلی هم مهمه. ببینید بچه‌ها خیلی مهمه، دارم تاکید میکنم. قانون جمع مجموعه ها. قانون جمع مجموعه ها بچه‌ها میگه n آ اجتماع ب برابر است با n آ. به خاطر این بهش میگیم قانون جمع مجموعه ها. این آ و ب مجموعه ها. الان بهتون میگم چیه؟ n آ به اضافه n ب منهای n آ اشتراک ب. این چی میگه؟ بچه‌ها؟ یه لحظه استوب شما رو n آ اجتماع ب مساوی میشه با n آ به علاوه n ب به علاوه خط زدن مشترک. منهای خط زدن مشترکاش. این n بچه‌ها همون اول کلمه نامبره، یعنی تعداد. میگه تعداد عضوهای آ اجتماع ب. خیلی راحت میشه تعداد عضوهای آ به اضافه تعداد عضوهای ب. ولی یه کاری بکن، مشترکا رو ازش در بیار. اینو شماتیکن و نمودارن بهتون بگم اینجوری میشه. این اگه مجموعه یو یا یونیورسالتون باشه، این مجموعه آ باشه، این ب، این آ باشه، این ب. مثلا این فرض کنید کلا بچه‌ها آ 5 تا عضو داره، 2 تا عضو با اینجا با ب مشترک داره، ب هم چی؟ 3 تا عضو داره. یعنی در واقع الان آ چند تا عضو داره خودش؟ 7 تا. ب چند تا داره؟ 5 تا. درسته؟ اما آ اجتماع ب بچه‌ها 12 تا عضو نداره. آ اجتماع ب رو هم میدونه چند تا عضو داره؟ 10 تا. آها، میشه n آ به اضافه n ب منهای n آ اشتراک ب. n آ کلا چند تاست؟ 8 تا. این 8 تاست؟ 7 تا. n ب چند تاست کلا؟ 5 تا. اشتراکشون چند تاست؟ منهای 2. از 7 و 5 12 منهای 2 میشه چند؟ یعنی آ و ب رو هم کلا 10 تا عضو دارن. یکی از چیزایی که میتونید باش جواب این سوالا رو بدید همین استفاده از نموداره. چه گفته باشه چه نه. اما سوال این چجوری میاد بچه‌ها؟ سوال فکتیش واقعیش میگه در یه مدرسه
از یک کلاس 13 نفر عضو تیم مثلا گروه سرود مدرسه، 15 نفر عضو گروه تئاتر. من اینو بنویسم خوب گوش کنید چون این سوالم 3 قسمتیه، حتما هم 2 نمره داره، حتما. ببینید چه جوریه. ببینید سوال خیلی راحت و کاربردی. میگه در یک